تو همین ترکیب حریف فقط این 2 نفر هستن که میتونن کل ترکیب منو از این رو به اون رو کنن. بریم ببینیم بازی قراره چطوری پیش بره. موقعیت اول برای حریف بود. وینیسیوس جونیور اومد داخل و سانت خودش انجام داد ولی دوناروما نذاشت. موقعیت بعدی هم برای من بود. توپو رسوندم به ایدن هازارد. ایدن هازارد ضربه خودشو زد ولی توپ به تیر دروازه برخورد کرد. موقعیت بعدی برای حریف بود. پاسو رسوند به باتیستوتا، ضربه خودشو زد که دوناروما گرفت. البته اینجا هم یه سوپر واکنش داشت. موقعیت بعدی هم وینیسیوس جونیور ایجاد کرد. اومد داخل و ضربه بی‌نقصشو زد ولی توپ به بیرون رفت. موقعیت بعدی هم برای اولیسه بود. اومد داخل، ضربه خودشو زد که دوناروما گرفت و با اشتباه خط دفاعی دوناروما گل خوردیم. موقعیت بعدی برای من بود که توپ رسوندم به صلاح و توی این موقعیت مسی توپ از دست داد و توپ رسوندم به باتیستوتا و ضربه خودشو زد و توپ با اختلاف کمی به بیرون رفت و خوشبختانه این بازی هم 1-1 به اتمام رسید.